سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. حبس صاحبکاری که رهبران اندوز استرافشان را به کروپسیا عیبدار میکند. قاسم رهبر از کجا 9 میلیون دلار داشتنش در بانک شویتزاری را شرح داد. نتیجه های روز یکم جنگ روسیه با اوکراین. نظرزاده به بدخشان و حمیدزاده به دوشنبه. 18 تغییرات کادری در ساختارهای رهبری وزارت کارهای داخله. برای منصب لازم نیست دوریغه دختر کلانی نظربایف استعفا داد. پلنگ برفی 20 سرچاروای خرد ساکنان بدخشان را درانده است. 2 صدمه مرگ یک کودک در وحدت و راننده تراکتور در چهارچشمه. و اکنون تفصیلات خبرها. منابع پایگاه خبری بامداد از استرافشان خبر دادند که علیشیر سلطانوف، صاحبکار معروف از استرافشان و مالک آسایشگاه اویس سیتی، روز 23 فوریه دستگیر کردید. روز 24 فوریه دادگاه برای حبس پیشکی وی اجازه داده است. بازداشت علیشیر سلطانوف چند روز بعد در صفحه اویس سیتی در فیسبوک نشر شدن عکس ماشین گرانبهای سردار ناظرات اندوز استرافشان و به کروپسیا و پولستانی از صاحبکاران عیبدار کردن معاون او عزیز احمدزاده صورت گرفت. به ضد صاحبکار بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان، قسم یکم ماده 303 تحقیر نماینده دولت و قسم دوم ماده 346 دیده و دانسته رسانیدن اخبار بر دروغ پرونده جنایتی گشودند. به علیشیر سلطانوف اکنون برای فحشکاری هایش تا 2 سال کارهای اصلاحی و یا تا 5 سال حکم زندان تهدید میکند. اما یک منبع آگاه از جریان این قضیه گفت علیشیر سلطانوف این اتهامات به ضد او اعلان شده را قبول ندارد و گفته است که در دادگاه با سند و دلیل در کروپسیا و پاره‌خوری دست داشتن رهبران ناظرات اندوز استرافشان را اثبات خواهد کرد. یکی از دوستان علیشیر سلطانوف او را از انگشتشمار صاحبکاران استرافشان نامید که به گفته او به یگان مقامات سرخم نمی کند، خوش آمد نمی زند و پاره یعنی دالی هم نمی دهد. به همین دلیل در 5 سال اخیر اینک بار چهارم است که او را حبس می کنند. این 4 پرونده همش را ساخته و فرمایشی بود و تنها با یک مقصد روح و غرور سلطانوف را شکستند، ولی نتوانستند. او سرخم نکرد. حتی وقت به حبس گرفتنش هم بار دیگر به طرف کارمند اندوز خطاب کرد که او پاره خور است. ماجرای اخیر بین صاحب ملکان آسایشگاه اویس سیتی و رهبران نظارت اندوز شهر استرافشان روز 18 فوریه با آن آغاز یافت که در صفحه اویس سیتی در شبکه فیسبوک عکس یک ماشین جیپ تمغه تویوتا پرادو رنگش سفید و رقم دولتیش 3322 MK01 را نشر کرد و نوشت این ماشین رئیس نلاگ شهر استرافشان 50,000 دلار میستد. با همین ماشین عروس خوجن رفته میبیاید. به کدام مبلغ؟ معاشش 1000 سومانی. روز 20 فوریه امین صفحه اویس سیتی بازم در فیسبوک عکس یک ماشین تمغه BMW رنگش سبز بلند و عکس عزیز احمدزاده معاون سردار ناظرات اندوز شهر استرافشان را نشر کرد و نوشت زمنچالنیک نلاگ استرافشان به نام عزیز از صاحبکار 40,000 سومانی ستانیده است. عزیز احمدزاده که تازه ماه سال 2021 از مقام سردار ناظرات اندوز نویه بزرگترین جمهوری نویه باباجان غفوروف برکنار گردید، معاون سردار ناظرات اندوز استرافشان تعیین شده بود. او را همچنین به اون عیبدار کردند که شهروندی روسیه دارد. طبق قانون تاجیکستان در مقامات دولتی و گذشته از آن در وظیفه‌های مسئول کار کردن آنهایی که شهروندی کشور دیگر را دارند منع کرده شده است و 2 سال پیش دادستان آن وقته استرافشان را به همین دلیل شهروندی روسیه داشتنش از مقام برکنار کرده بودند. مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته، یک سازمان تحقیقاتی که مسائل فساد در زینه‌های بالایی دولتی در کشورهای دنیا را تحقیق می‌کند، در گزارش نوشت به نام سوئیس سیکرت خبر داد که قاسم رهبر، رئیس سابق ولایت سوخت و رئیس کنونی شهر ایسار، از سال 2004 تا 2011 در حساب بانکیش در بانک کردیت سوئیس در شویتزاریا 8,883,230 فرانک شویتزاریا داشت. این مبلغ با قرب امروزه حدوداً 9,650,000 دلار را تشکیل می‌دهد. این معلومات همگی چند روز بعد رئیس شهر ایسار تعیین شدن قاسم رهبر رسانه‌ای شد. قاسم رهبر که تا کنون از شهر این موضوع خودداری میکرد، روز 24 فوریه
در مصاحبه با خبرنگار نشریه SSR جمیله حسینووا بار اول نظرش در مورد این ماجرا بیان داشت. قاسم رهبر گفت هنوز یک هفته پیش از نشر این گزارش از رقم‌های ناشناس به واسطه شبکه تلگرام به حال خانواده به برادرانم در تاجیکستان، جیان و برادرزادم که در روسیه تحصیل و زندگی میکند پیامک‌های گوناگون رسیده. طرف نامعلوم پیشنهاد میداد که برای پیشگیری از نشر خبر من این قضیه را یا شرح دهم یا پیشگیری نمایم، ولی من به همه این اهمیت ندادم، زیرا چیزی برای پنهان کردن ندارم و از کسی هم نمیترسم و در شویچاریا هم باره نبودم. قاسم رهبر در اروپا به نامش گشودن حساب بانکی را رد نکرد، ولی گفت او در این مسئله خود قربان یک تاجر قلب دست از افسر شده است. میخوام یک فکت را برای شما نقل کنم که دربارش بار نخست میگویم. در تراکت ماه اپریل سال 1997 در برابر جنوب اولی در شهر خوجند من هم آسیب دیده، هم دستم زخمی شد و هم به تنم تکه‌پاره مواد ترکنده گرانات رسید. پس از جراحی یکم یک سال دیگر دستم کار نکرد و تکه‌پاره در تنم مانده، هم خونم را سرایت نموده، هم به فعالیت جگر ضرر رسانید. تکه‌پاره را نگرفتند، گفتند به فونکسی‌های ارگانیسم خلل نمیرساند ولی ابدی میماند. وزیر وقت تندرستی کشور علمخان احمدوف و دکتر شناخته سغد ربیجانوف که مرا در این مدت طبابت میکردند توصیه دادند که به مسکو رفته از معاینه پروفسور گنرال مایور خدمت طبی یولی شپوشنیکوف گذرم. یولی شپوشنیکوف در مرکز ملی تحقیقات تروماتولوژی و ارتوپدی به نام پریور فشار مسکو کار میکرد. من طول 3 سال هر 6 ماه یک بار به مسکو رفته اومده طبابت گرفتم، ولی نه دستم خوب شد و نه جگر و نه خون تازه. نقل کرده است قاسم رهبر به جمیله حسینووا. پروفسور یولی شپوشنیکوف توصیه داده است که به یگان کلینیک معاصر اروپایی رود. قاسم رهبر از بین 3 کشور پیشنهاد شده یک کلینیک معاصر را در شهر وین انتخاب کرده است، ولی اون وقت نه اروپا رو دیده بود و نه کارت بانکی داشت و نه صورت حساب برای کفالت و طبابت در اروپا. کلینیک اروپایی باشد بدون حساب بانکی بیمار را قبول نمی کند. قاسم رهبر میگوید خودش چنین امکانیت نداشت، ولی یک صاحبکار از افسر که در ولایت سغد سرمایه گذاری میکرد به کمکش رسیده کفیل او شد. رفتیم به وین، تشخیص پوره رو گذاشته به تاجیکستان برگشتیم. اون زمان من در وظیفه رئیس ولایت سغد کار میکردم و نمیتوانستم کار رو یک سو گذارم، اما دست و جگر همون مرا اذیت میداد. خون سرایت یافته هیچ تازه نمیشد. مجبور شدم سال 2003 با یک طبیب دیگر باز به وین سفر کرده این مراتبه معالجه رو نیز تو به آخر بگیرم. صاحبکار دوباره به کمکم آمد، باز کفیل من شد. در حالت مدوشی قرار داشتم که چند حجت را برای امضا آورد. حجت‌ها با زبان انگلیسی و نمسی بودند. من به آنها درست اهمیت نداده امضا گذاشتم و نسخه شناسنامه‌ام را هم دادم. تو جای آگاه دارم به نام من در این کلینیک صورت حساب بانکی گشوده خرج طبابتم را از پول خودم پرداخت کرده بود. من 1 سال رفته و اومده در وین طبابت گرفتم و تنها سال 2007 فهمیدم که این صاحبکار به من خدمت خیرسو نکرده است. آشنایی و تمام علاقه ها را با ایشان قطع کردم. مفصوف که قبلا برای قلابیش زیر نظارت بوده است توسط صورت حساب به نام من گشوده پولای خود را گذرانیده تجارتش را در تاجیکستان دوام داده، باز چند نفر دیگر را هم فریب داده است. چون پولش را گرفتن نمیتواند هر گونه خبر پهن میکند. من بار توسط این صورت حساب داد و گرفت بانکی نکردم، نه پول وارد کردم و نه گرفته و به جای گذرانیدم و معاین کردن این خیلی آسان است. حالا این صاحبکار در جستجوی بین المللی قرار دارد. یگانه خطای من در آن بود که من همسفر و کفیل خطرکار انتخاب کردم. نقل کرده است قاسم رهبر. او افزود که بعداً زیر نظارت متخصص دکتر ورزیده و زباندان تاجیکی از سال 2007 تا 2017 در آلمان معالجه گرفته، سرایت خون و جگرش پوره شفا یافت. تمام معالجه و طبابت در بایگانی بیمارخانه حکومتی کشور محفوظ است، ولی دست آسیب دیده تا به امروز پوره صحت نشد. تکه‌پاره گرانات هنوز هم در تن هست. من سرباز وطن و ملت و دولت هستم و لازم باشد برای حفظ مرز و بوم وطن جانم را هم نثار میکنم. در کدام وظیفه‌ای که کار کردم صادق بودم و صادقانه محنت کردم. اگر کار بدی میکردم مرا هیچگاه به وظیفه‌های بلند نمیگذاشتند. به این ملت و دولت خیانت نکردم و نخواهم کرد، تاکید کرده است قاسم رهبر. قاسم رهبر 3 اکتبر سال 1964 در شهر خوجند در عائله رهبر قاسموف یک منصبدار بلندپایه آن دوران به دنیا آمده است. قاسم رهبر سال 1986
فاکولته اگرونومی دانشکده خوجگی قشلوق تاجیکستان را ختم نموده است. قاسم روبر سال 1994 وقتی که همگی 30 سال داشت رئیس نویه خوجند و سال 1996 در سن همگی 32 رئیس ولایت سوخت تعیین شد و تا سال 2006 در مقام رهبری ولایت از لحاظ صنعتی پیشرفته ترین تاجیکستان کار کرد. بعد ترک این مقام او تا سال 2008 روبری حزب حاکم خلقی دموکراتی در ولایت سوخت را به عهده داشت. قاسم روبر از سال 2008 تا 2015 وزیر کشاورزی و سال 2015 تا 2022 رئیس کمیته رشد محل، یک اداره وابسته به پرزیدنت تاجیکستان بود. با فرمان پرزیدنت از 27 ینور سال 2022 اجرا کننده وظیفه رئیس شهر ایسار تعیین شده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک پیام ویدیویی گفت طی روز اول جنگ با روسیه 137 نفر از جانب اوکراین هم حربیان و هم مردم ملکی کشته شده، دست کم 316 نفر زخمی شدند. زلنسکی همه کشته شده ها را قهرمانان اوکراین نامیده و گفت ارتش این کشور توانست قهرمانانه با ارتش روسیه مقاومت کند. زلنسکی از جمله یک واحد مرزبانی در ولایت ادیسا را ذکر کرد که همه افسران و اسکران آن در نبرد با نیروهای روسیه کشته شدند. زلنسکی گفت همه این حربیان کشته شده را با عنوان قهرمان اوکراین سرفراز می‌گرداند. زلنسکی در پیامش گفت کیف را ترک نمی‌کند و با مردمش می‌ماند. این در حالی است که شب 24 و 25 فوریه شهر کیف پایتخت اوکراین و همچنین خارکوف یکی از مرکزهای بزرگ صنعتی این کشور هدف حمله گسترده ارتش روسیه فرا گرفتند. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که چگونه این شهرها توسط موشک‌ها و تانک و هواپیماها و چرخبال‌ها بمباران می شوند و مردم زیاد در ایستگاه‌های متروی کیف و خارکوف پناه بردند. زلنسکی در پیامش هشدار داد که دیورسانت‌های روس الکی وارد کیف شدند. او از مردم خواست که هوشیار باشند. ارتش اوکراین اعلام کرد که نیروهای اوکراین در دوام روز 24 فوریه روز اول نبرد به ضد ارتش روسیه 30 تانک، 5 هواپیما و 6 چرخبال ارتش روسیه را از بین بردند. روسیه درباره تلفات جانب‌ها تا حال خبری رسمی نداده است، ولی الکساندر ارستویچ یکی از مشاوران دستگاه پرزیدنت اوکراین درباره کشته شدن حدود 450 نفر از نیروهای روسیه در روز اول زدوخورد خبر داد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ساعت 5 صبح 24 فوریه به ضد اوکراین جنگ اعلام کرد. پوتین پیمان حربی ناتو را عیبدار کرد که در قلمرو اطراف ما در سرزمین‌های تاریخی ما انتی روسیه ساخته ایستادند و به ما امکان دیگر بجز از حمایت از روسیه را باقی نگذاشتند و ما امروز از این استفاده میبریم. پوتین کشورهای غرب و ناتو را از هر نوع کوشش مداخله در این جنگ روسیه به ضد اوکراین هشدار داد و گفت اگر آنها دخالت کنند با پیامدهای روبرو خواهند شد که در طول تاریخ خود باری هم دچار نشده بودند. برابر نشر پیام پوتین نیروهای روسیه از سمت دنباس، بلاروس و قسمت‌های دیگر وارد خاک اوکراین شدند. کشورهای زیاد دنیا به ویژه امریکا و اروپا رفتار پوتین را محکوم کرده الکی به ضد روسیه و افراد و شرکت‌های نزدیک به پوتین تحریمات سنگین جاری کردند. داریغا نظربایف و دختر کلانی پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف از وکیل مجلس پلات پایانی پارلمان این کشور استعفا داد. داریغا نظربایف که 58 سال دارد و مدت طولانی یک وارث احتمال تخت و تاج پدرش شمرده میشد، در پس منظری از عرش سیاسی قزاقستان تنگ کردن پدر یک زمان پرنفوذش و اطرافیان او ترک آخرین مقام دولتیش کرد. امروز من به قرار آمدم که وکالت دپوتاتی مجلس را سپرده پوره روی فعالیت‌های جمعیتی، گومانیتاری، فرهنگی و خیریه تمرکز کنم. در آینده هم برای کشور خود و منفعت‌های آن خدمت خواهم کرد و برای من منصب لازم نیست، گفته از داریغا نظربایف در مراجعتنامه‌اش. یک بخش پیام او به حوادث خونین ماه ینور قزاقستان بخشیده شده است. او این حوادث‌ها را یک فاجعه بزرگ برای تمام مردم ما نامیده و خواست که تمام آنچه که روی داد به طور فراگیر و واقع بینانه تحقیق شده، در نتیجه چنین تحقیق گناهکاران به جزای سزاوار رسانیده شده، بیگناهان آزاد کرده شوند.
دوریغا نظربایف همچنین گفت تمام اهل قزاقستان باید از ینور سیاه سبقت تلخ برارند و تمام کار را به خرج دهند که تا چنین حوادث تکرار نشود. این روزهای فاجعه بار پر از دهشت و ترس نشان داد که عاقبت انارخیا چیست. تاکید کرده است دوریغا نظربایف در مراجعتنامه‌اش. دختر کلانی نظربایف بعد حوادث ماه ینور یگان بار در مظهر عام ظاهر نشد و تقریبا 2 ماه باز به جلسه های پارلمان نیز نمی آمد. یاورش گفت که او از حساب خود رخصتی گرفته است و بعد بیماری کرونا ویروس دوره برقرار شوی را پس سر می کند. روز 28 ینور در انجمن حزب حاکم نورتن رهبری حزب از نظربایف به دست پرزیدنت کنونی قاسم جمعت توقیف گذاشت و وکیلان انجمن از آدمان نظربایف از جمله دخترش دوریغا را از شورای سیاسی حزب و به این ترتیب از بیوروی این شورا خارج کردند. دوریغا نظربایف که مقام رئیس سنا دومین مقام رسمی در ساختار دولتی قزاقستان را هنوز سال 2020 از دست داد، اینک با استعفا از وکیل مجلس از آخرین مقام رسمیش هم محروم شد. در اول ماه ینور یک باره 2 مرتبه بالا بردن نرخ گاز مایع سبب شروع اعتراضهای شد که از غرب کشور سر شده زود قریب همه قزاقستان را فرا گرفت. مردم در برابر طلبهای اقتصادی پوره از قدرت بیرون کردن نورسلطان نظربایف و اولاد او را هم طلب کردند. در اعتراضهای قزاقستان دست کم 227 نفر کشته شده، چند هزار دیگر زخمی و بیش از 10,000 نفر دستگیر کردیدند. توقیف با استفاده از این اعتراضات توانست دست تو این وقت خیلی دراز نظربایف را از امور دولتی خیلی کوتاه‌تر و او را به حاشیه تنگ کند. برخی آدمان به نظربایف نزدیک در حکومت از جمله رئیس سابق کمیته امنیت ملی کریم مسیموف و وزیر دفاع مراد بیکتانوف نه فقط برکنار بلکه حبس هم شدند و اگر بیکتانوف تنها به بیعملی در روزهای اعتراضهای ماه ینور عیبدار می شود، کریم مسیموف و 2 معاونش را به خیانت به دولت، سوء استفاده از منصب و کوشش غصب به زوری حکومت عیبدار می کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. روز 24 فوریه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در قصر ملت با کادرهایی که به وظیفه‌های بلند در ساختارهای وزارت کارهای داخله تعیین شدند ملاقات کرد و از آنها خواست پاک وجدانانه، صادقانه و با مسئولیت بلند منفعت‌های ملت و دولت را از همه منفعت‌های دیگر بالا گذاشته با دست و دل پاک به نفع دولت و ملت خدمت نمایند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت در موافقه با پرزیدنت سرداران ریاست و شعبه‌های میلیسیای شهر دوشنبه، ولایت قتلان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر کولاب، نویه‌های جیهون، وخش، تیمور ملک، شهر توز، فیض آباد، نور آباد و در ساختارهای مرکزی وزارت کارهای داخله از حساب کادرهای صاحب تجربه و تخصصمند تعیین گردیدند. از جمله شریف نظرزاده که تا امروز سردار میلیسیای پایتخت بود، سردار ریاست وزارت کارهای داخله ولایت مختار کوهستان بدخشان و رهبر امکنون سابق میلیسیای این ولایت رستم میرزا مرادزاده، معاون سردار واحد مخصوص وزارت کارهای داخله تعیین شده، براتلی حمدزاده از مقام معاون وزیر برکنار و به جای نظرزاده سردار ریاست وزارت کارهای داخله دوشنبه تعیین شده است. شریف نظرزاده در حال به بدخشان فرستاده شد که وضع این ولایت اینک 3 ماه باز دوران مشکل و پرتنش را پس سر می کند. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که تا 23 فوریه 5,008,284 نفر یا 89.4% از شهروندان کلانسال جمهوری دست کم یک وایه واکسین ضد کرونا ویروس نو کووید 19 گرفتند. از این شمار 4,288,826 نفر یا 76.6% از جمع شهروندان بالغ از سن 18 2 وایه واکسین ضد کرونا ویروس را گرفته، 315,476 نفر الکی وایه سوم واکسین را گذرانیدند. خبر داد روز 25 فوریه خبرگزاری دولتی خاور با استناد به مرکز مطبوعات وزارت تندرستی مقامات تاجیکستان واکسین را یک راه از همه مؤثر و علما اثبات شده پیشگیری از گسترش بازم بیشتر پاندمی می شمارند و واکسین گرفتن از کرونا ویروس را برای تمام اهالی بالغ از سن 18 که تقریبا 5.8 میلیون نفرند حتمی کردند. در تاجیکستان اولو اهالی را به گرفتن وایه سوم واکسین تشویق کرده ایستادند. تاجیکستان تا امروز از سازمان‌های بین المللی و کشورهای علایده بیش از
13 میلیون ویای واکسین ضد کرونا ویروس به دست آورده است. همه این واکسینه ها به تاجیکستان به طور رایگان توسط برنامه کوواکس داده شدند. این برنامه را سازمان جهانی تندرستی یکجایه با سازمان های دیگر خیریه با مقصد تامین دسترسی عادلانه کشورهای دارای و نادار به واکسین های ضد کرونا ویروس تأسیس داده است. با این حال وزارت تندرستی تاجیکستان از 19 فوریه به این طرف اینک 6 روز از آغاز پاندمی تا شام 20 فوریه شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان به 17388 نفر رسیده. از این شمار 17263 نفر یا نزدیک 99.3% از جمع سیرویت شده ها شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوتیدند. به این ترتیب تا شام 24 فوریه در تاجیکستان در شرایط خانه یا بیمارستان همگی یک نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفت. در اول ماه فوریه شماره چنین بیماران در یک وقت تا 80 نفر گفته می شد. منتقدان می گویند شماره واقعی قربانیان کرونا ویروس نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است، ولی آنها نیز اعتراف می کنند که در این اواخر مقیاس پنجشنبه پاندمی خیلی کاهش یافته. درباره وفات ساکنان از این ویروس تقریبا خبری به گوش نمی رسد. صبح 23 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 9:30 یک پلنگ برفی در آغل یک ساکن جماعت برواز نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان وارد شده به چاروای داخل آن حمله کرده است. این درنده 20 سر چاروای خرد را درانده و یک سر چاروای کلان را زخمی و معیوب کرده است. در این باره کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در سامانش خبر داد. یادآور می‌شویم در پایان ماه اکتبر سال 2021 یک پلنگ برفی به آغل یک ساکن جماعت زانگ نویه اشکاشم حمله کرده 31 سر چاروای خرد را نابود کرد، 2 سر چاروای کلان و 8 سر چاروای خرد را زخمی کرده بود. پلنگ برفی یک گونه از جمله حیوان‌های گربه مانند است که در کوههای آسیای مرکزی و جنوب آسیا زندگی میکند. در کل کشورهایی که این پلنگ حیات به سر میبرد چون حیوان در حال نابودی و انقراض به کتاب سرخ شامل کرده شده است. از جمله در تاجیکستان نیز تخمین میزنند که شاید همگی 10,000 پلنگ برفی بالغ در سراسر عالم باقی مانده باشد. اکثر این گونه حیوان به سبب شکار، نابود شدن محل زیستشان و تنگ شدن میدان بود و باششان به نابودی رسیدند. در گذشته هم از حمله پلنگ برفی در ناحیه‌های کوهستان بدخشان خبرها پخش شده بودند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 24 فوریه در دو صدمه مرگاور علیحده در کنار شهر وحدت و در نزدیکی دهه چهارچشمه نویه شمس‌الدین شاهین 2 نفر یک کودک 9 ساله و راننده تراکتور به هلاکت رسیدند. بنا به این منبع 24 فوریه سال 2022 تخمین ساعت 13:00 راننده اتومبیل تمغه اوپل زفیره زیازاده امیدجان رجبالی سال تولدش 1995 ساکن نویه فیض‌آباد هنگام حرکت در راه ماشینگرد دوشنبه کولاب خوروغ از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد نابالغ نیازو و آمینه شمس‌الله‌یونا سال تولدش 2012 ساکن شهر وحدت را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ نیازو جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تقریبا همزمان 24 فوریه سال 2022 تخمین ساعت 14:00 راننده تراکتور تمغه MTZ 80 محمد سلیم میرزاخان سال تولدش 1994 ساکن نویه شمس‌الدین شاهین هنگام حرکت در نزدیکی دهه چهارچشمه نویه مذکور بنابر سبب زیاد بودن برف لغزیده به چقوری 10 متر چپ شده است. در نتیجه راننده تراکتور محمد سلیم میرزاخان در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر دیگر جراحت جسمانی برداشتند. از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه باباجان غفوروف نسبت مرد 35 ساله ساکن نویه مذکور پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نام برده از 11 فوریه سال 2022 تا 14 فوریه سال 2022 بارای پنهانی از حدود خواجگی دهقانی حسینبای
که به مرد 58 ساله ساکن امین نویه تعلق داشته است قسمای احتیاطی تراکتور تمغه یو ام 0 دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 6600 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.